الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، مثل وعده های پیشینه یک چند سوال های در پیش من انتظار جوابن. انشاءالله این سوال هایی که بر من ارسال شدن از خدای مهربان امیدی او را داریم که آن چیزی را که عزیزان خدا، آن چیزی را که در کتاب‌های ما و شما جواب اونها موجود هست من به گوش شما میرسانم. و قبلا پیش از آنی که من این سوالها را برای شما جواب گویم، خدا رحمت کند، شیخ سعدی را میگفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشتی پدرند. برای ما گوش زد میکند که یعنی این روزهایی که یا این حیاتی که الحال تو در او عرض هستی داری، به قدر این روزها برس، به قدر این وقتها برس، زیرا می شود روزی که تو هم این دنیا را پدرود میگویی. یعنی اون گروه یا اون طایفه که در شکم مادر و پشت پدرن، اونها می آین و باید که جای اونها را شما خالی کنی. از خداوند بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند این حیات، این روزهای را که برای ما مقدر کرده است، خداوند توفیق منتید، خدای مهربان اخلاص و محبت آمون به سوی دینش زیاد بگرداند تا از این ساعتها، از این روزها استفاده برده توانیم. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند دم آخری ما را دم راحت بگرداند و الله مهربان خانه آخرت ما هم خانه آباد بگرداند. روز قیامت ما هم خدای مهربان در بین بندگانش ای زمره بندگانی در شرمندگی و خجالت نباشیم. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند جمیع بیماری های ما را شفای کامل، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان آرامی و آسودگی و خیر و نیکی ها را شامل حال همه ما و شما گرداند. می آییم برادران و خواهران عزیز به سری سوال هایی که به ما ارسال شده است. من در گردی اونها برای شما جواب میگردانم. سوالی که دیگر آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که آیا شخصی روزخور پیش در آید نماز مردم را خواند می شود یا نه؟ اگر شخصی روزخور عالم باشد و ولی عذر داشته باشد، عذر که مقصد بیمار است یا مسافر است یا یگان مقصد عذر دارد که برای او خوردن روزه جایز باشد، البته میتواند که مقصد پیش در آمده نماز مردم روزه دار بخواند. لیکن اگر قصدن و یگان عذر ندارد ولی روزه ش میخورد، این خیل امام از پشتش نماز خواندن از شبهه و از شک خالی نیست. برای همین ما پشت نفرهای نماز خوانیم که البته به البته در اونها یک تقوا باشد، در اونها یک ترس خدا باشد. نمازی که از پشت وی میخوانی و نمازی که از پشت یک امام میخوانی که در او
توفیق و در او محبت کم است، البته در ثواب فرق میکنه. برای چی عزیزان خدا میگن، حتی میگن جناب عالمگیری در فتاواش میگد که پدرها میگد مصلحت تیم به فرزنداتون که حتی تابوتونه حرکت کنین آدمای خوب بردارن، حرکت کنین آدمای خوب جسد شما را شوین، حرکت کنین آدمای خوب شما را در قبر مانن. برای چی این سخنان؟ زیرا که آدمای خوب به معنای آدمای با تقوا و آدمای خدا ترس، آدمای به خدا نزدیک، البته اونا مقام و منزلتشون پیش خداوند با دیگر است. از این لحاظ اگر به شرط عذر داشته باشد میلش، لیکن بی عذر باشد، یگان آدمی که البته توفیقش محبتش زیادتر است، اگر چندی آدم دانشمندم باشد لیکن روزش بی عذر میخورد، از پشت این شما نماز نخوانید. خب سیوم سوالی کرده است بابای حاجی میرزا، گوید اگر انالیز یا خون سپاریم روزه میشکند یا نه؟ نه، البته وقتی که ما برای تشخیص، برای معین کردن آنی که ما بیمار هستیم یا نیستیم، خب اگر از ما خون میگیرند، این یگان زیانی بر روزه ما ندارد. یا اینکه اگر ما در همین رمضان هیجامه هم که کنیم، هیجامه خون سپاریدن، اگر خون سپاری هم که کنیم، این بر نماز ما یگان زیانی نداره. یا یگان بدن ما اگر خون هم که جاری شود، وای از شکننده های روزه به شمار نمی رود. بابای حاجی میرزا گوید که آیا از الله بخواهی که جانت را بگیرد گناهگار می شوی یا نه؟ یعنی نفر برادران عزیز به طرف الله دعا میکند که خدایا جان ما بگیر، خدایا مقصد از همین زندگی بیزارم، خدایا مردن میخواهم. آیا همین میگه در شریعت درست است یا نادرست؟ اینجا ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین که حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. جناب امام ابو هریره روایت میکند که پیامبر ما گفته بود است لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. شما هیچگاه به سوی خداوند دعا نکنید که خدای جان ما بگیر، خدایا من از همین جان بیزارم، خدایا من از همین حیات مانده شدم، خدایا مقصد حتی بیمارم که باشی، حتی اگر مشکلات هم به سرت بیاد، یعنی حق این دعا کردن میگن نداریم. اما محسنا فلعله یزدان، زیرا عمر برادر عزیز، حیات این خود بسیار نعمت ہے، تو ناشکری از نعمت حیات کردی سی، ناشکری از همین دادگی خدا کردی سی. برای این پیامبر میگه اگر به شرط نیکوکار باشی، تا از خدا مرگ طلب نکن، تا از خدا عمر طلب کن که آدم نیکوکاری با نیکیات به مردم میرسد. اگر آدم بدکارم که باشی، از خدا مرگ طلب نکن و حیات باشو، توبه کو به سوی خداوند که تا که ترا گناهات ببخشد. زیرا با این فعلی بدت مقصد اگر یکی خدا جان تا بگیره و روی پیش خداوند تو راحت نمیبینی. برای همین نه آدمی خوب نه آدمی بد از این نعمتی که خدا بر اونها داده است حقی طلب کردن ندارند، بلکه پیامبر طرز طلب کردن را برای ما این گونه نشان داده. گفته است اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. پیامبر گفت اگر بسیار شما اگر خواهید که دعا کنین به سوی خداوند، این گونه دعا کنین خداوندا زنده بدار مرا اگر همین حیات برای من خیر باشد، یعنی اگر همین حیات برای من خوب باشد، نیک باشد، یعنی همین روزهایی که برای من داده
بر زیان من نباشد، بر ضرر من نباشد. خدایا همین حیات برای من نصیب بگردان. و باز در دامش گفت خدایا مرا بمیران. ببین و توفنی اذا کانت الوفات، خداوند مرا بمیران اگر همین وفات من برای من خیر باشد. این اگر همین مردنم برای من نیک باشد و خیر باشد و مقصد برای من خوشبختی بیارد، خدای میلش جان ما بگیر. یا اگر حیات برای من خوبی داشته باشد و سعادت بیارد، خدای حیات برای من نصیب بگردان. این طرز دعا کردنش این است. ما نمیتونیم این خیلی در حال یک سختی بالا من آمد، یا مشکلات آمد، یا اگر چیزی هم نآمد، مقصد من این دنیا را که ترک کنم و آخرت برم، اینجا هم حق نداره که از این نعمت ناشکری کنیم. خب بابای حاجی میرزا گوید که شخص مرتکب گناه می شود، از الله بخشش می پرسد، توبه کند، آیا در روز قیامت اگر گناهانش بخشیده شده باشد عذاب می کشد یا نه؟ بندگانی که اگر به سوی الله رجوع میکنند، از خدای مهربان در کردگی هاشون پشیمانی میکنند و به سوی خدای مهربان استغفرالله میگن، توبه میکنند و از کردارهای کردگیشان پشیمانی میکنند، الله مهربان گناه اینها را میبخشد، بدیهای اینها را به نیکی مبدل میکنند و روز قیامت هم اینها را عذاب نمیکنند. خوش به حال کسانی که علاوه خصوص در این ماه مبارک رو به توبه میارن، رو به استغفار میارن، پیش الله پیش خالقشان دیگر گناه نمیکنن، بلکه پشیمانی از کرده هاشون میکنن و منبع حیاتشون نیک میکنن و خیر میکنن. خوش به حالشون. عزیزای خدا میگفتن که زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. عمر آن که صرف گردد در حضوری ذکری او، حیف عمر در پی این نفس کافر میگذرد. خداوند برای کسانی که البته گناه کردند و امروز هم تا حال پشیمان نشدند، خدای توفیق این پشیمان شدن و توفیق این توبه کردن برای اونها نصیب بگردن. بابای حاجی میرزا گوید طرز خواندن سجده سهو چگونه است؟ طرز خواندن سجده سهو ما وقتی که در بین یگان ترکی واجب میکنیم یا گوییم که تأخیری فرض میکنیم، اول ما باید از اینها آگاهی داشته باشیم که واجبهای در نماز کدام عملها هستند، یا تأخیری فرض کدام عملها را ما در داخل نماز انجام نتیم یا انجام تیم که تأخیر به فرض می شود. برای اینا این خودش یک موضوع کلانه. یعنی اگر ترک واجب شد، کسایی که می دانند، یا تأخیری فرض شد، اینجا در سجده سهو لازم می شود. سجده سهو برادر عزیز وقتی که ما تشهد در آخر که خواندیم یک طرف سلام میتیم، ولی بسیاری آدم میگن همینجا دو طرف نه، اصلش اساسش برادر عزیز یا اصح روایت بر همینه که یک طرف سلام میتیم و دو سجده دیگر میکنیم، یک بار دیگر باز همون تشهد التحیات یعنی اثر نو میخوانیم و دعاهایی که در پشتش است اونها را میخوانیم، تمام سجده سهو همینجا به جا میآید. اگر در درون نماز دو واجبم ترک شد، سه واجبم ترک شد، با یک سجده سهو همش کامل می شود. در دام گفته است نماز تسبیح را چند رکعت نیت میکنی و چی طور میخوانی؟ نماز تسبیح را در کدام روز خواندن اجازت است؟ نماز تسبیح برادرای عزیز حکمش مستحبه، یعنی کسی خواند ثواب میگیره، کسی نخواند گناهگاری ندارد، یعنی از زمره نمازهای نافله. ایرا عزیزای خدا میگن در یک روز یک بارم که بخوانی، همون ساعتهای اگر مانع نماز نباشد، یعنی وقتی که صبح دمیدگی در نخوانیم، وقتی آفتاب برآمد
یا بعد پیشین باشد، پیش عصر باشد، یا بعد شام باشد، یا بعد نماز عشا باشد. این حالت ها اجازت است. میشود در یک روز یک بار، در یک هفته یک بار، در یک ماه یک بار، در یک سال یک بار، یا در عمر یک بار هم که خوانیش میگه کفایت میکنه. طریقی نیتش همون نیت کردم بگذارم 4 رکعت نماز تسبیح، یعنی عبارت ای 4 رکعت. در همین 4 رکعت برادرها و خواهرای عزیز، ما باید در هر یک رکعتش 75 بار همین کلمات بگیم: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعضی روایت های دیگه در ولا حول ولا قوة الا بالله هم آمده است، ولی همینه که من گفتم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، انا همینم که در هر رکعت 75 بار باید ما گوییم. در 4 رکعت همین 300 بار باید گفته شود. این را نماز تسبیح میگن. یعنی وقتی که ما سوره فاتحه را که خواندیم در یکم رکعت، زمی سوره که کردیم، بعد زمی سوره 15 بار همین را میگیم. رکوع در رفتیم، در رکوع 10 بار میگیم. ای رکوع که بلند شدیم، ببینید با 10 بار میگیم. سجده دا میریم 10 بار میگیم. میخیزیم در حالت ای سجده، حالت جلسه میگیم، نشستن 10 بار میگیم. با رفتیم سجده دا با 10 بار بگیم. با نشستیم با 10 بار میگیم. ببین همین قدر علاقه 75 بار میشه. یعنی 15 بار بعد زمی سوره است، بعد 10 بعد همین رکوع، بعد سجده ها و ولی حساب کنین خودش 60 بار دیگه ایناش، اون 15 دیگه قطعی 75 بار در یک رکعت. جمع 300 بار همین کلمه را گفتن. ایرا میگن نمازی تسبیح. بابای حاجی میرزا گوید که به سحر خورک روزه جایز است یا نه؟ من پیشتر ایرا جوابشو گفته بودم که پیامبر نازنین گفته بودن تسحروا فإن فی السحور برکه. شما سحر خیزی کنین، یعنی حد اقل هم باشد 1 پیاله چای آب نوشین، زیرا در آن سحر خیزی شما پیامبر گفت برکت است، در او خیر است. لیکن اگر کسی که بسیار مشکلش آمد و روزی دراز مقصد همون قوت نخوردن داشته باشد یا عادتش می باشد، و این روزش درست است، روزه درست است، ولی از این تأکیدی که پیامبر نازنین کردن که شما برکت می‌یابین، شما خیر می‌یابین، البته چی هست؟ ما از اینش به بهره میشیم. بسیاری نفرایی که سحر نمیخورند در نیم روز پشیمانی میکنن، در نیم روز اذیت میکشن، بعد ممکن که دیگه ملامت کنن، ممکن بی‌طاقتی کنن که دیگر از ثواب او روز بعد محروم میشه. برای همین چیزی که دستورات شریعت ای این بسیار به نفع ما، به فایده ما. از همین لحاظ از این برکات هم خطانه بنصیب نکنیم. خب بابای حاجی میرزا گوید آیا نماز خفتن رو در ساعت 2 شب درست است؟ 2 شب هم درست است. ما که حرکت کنیم برادرای عزیز که تا همین ساعت‌های مقصد انا 10-11 شب خانیم، دیگه وقتای کراهیتش مقصد باقی نمیمونه. چی قدر اگر تأخیر کردیم، قسم آخری شب رفتن گرفتیم، نمازهامون درست می شود، ولیکن به هر حال کراهیت پیدا می شود. سوال دیگری که در اینجا آمده است که بسیاری برادرها با تلفن هم این سوال میکنن، این است که میگن امروز به سبب همین پیشگیری همین بیماری روزه ها ما بخوریم. برای چی؟ برای اون که مقصد همین ایمونیتت ما نغلطد. مردم یعنی فقط
ба як мақсаде бигем ё ба як хулосае омадан ё касе инҳоро мақсад тавсия додааст ки шумо барои оне ки мақсад иммунитеттон нағалтад ё ба ҳамин дард мубтало нашен шумо рӯзаҳотонро бихӯред. бародарони азиз, ин албатта узр ҳисоб намешавад. касе агар ҳеҷ беморӣ надорад, касе ки ягон мушкилоти дар саломатиш надорад, фақат барои оне ки ман бояд рӯзама бихӯрам ки иммунитетам баланд шавад, то ки ба ин дарди имрӯза мубтало нашам, дар ин бародари азиз шумо гунаҳгор мешин пеши Аллоҳи меҳрубон. барои ҳамин ман акуд далелҳои шаръӣ наёрам, далелҳои мисол аз ҳадис наёрам. фақат ман як сухани доктори рус ки Александр Леонидович Мясников, шумо метавонед дар интернет дар бораи ҳамин доктор Мясников агар дар ҳамун поиск агар битен, барои шумо маърифиш мекунад ки ҳамин доктор ки аст. бинен рӯзи 25 апрел, ҳамин 25 апрел як барнома дошт ҳамин одам. ин дар интернетҳо ҳаст. вай дар барномаш чӣ гуфт? ман айнан чизеро ки гуфтааст дар болои варақ овардам, барои шумо мехонам. мисол сухани як одами докторае. ин одам табибае, як табиби бисёр маъруф машҳур. ин барнома дорад, як барномаи махсус мебарад дар бигем ки шабакаҳои ҳамон русия, ки шумо ира аз тариқи интернет бисёр ба осонӣ ёфта метавонед. вай чӣ гуфт? гуфт ки рамазон ба иммунитети инсон дар ҳамин давраи хуруҷи коронавирус хавфе надорад. вақте саволш кардан чӣ гуфт? гуфт рамазон, яъне дар ҳамин даврае ки ҳамин коронавирус хуруҷ кардагӣ аст, ҳеҷ зиён гуфт надорад, ягон хавф надорад. вай гуфт иммунитет вақте заиф мешавад ки меъда пур бошад. ҳамин доктор мегӯяд меъда вақте пурай, яъне вақте ки ту мехӯри шикамта ку сер мекунӣ, ба гуфти худат ки иммунитета мустаҳкам мекунӣ, ин доктор мегӯяд ки вақте меъда пур шид, анамиҷа иммунитет мегӯяд заиф мешавад. хоб ҳол он ки мусалмонон доим дар ҳолати шикамби холӣ нестанд, балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд. ин суханҳои ҳамин доктор аст ки яъне мусалмон мақсад доим шикамаш холӣ нест. дар рамазон саҳар мехӯрад, бега мехӯрад. агар аз рӯи инсоф гӯем, бародаро, баъзеҳомон ҳатто эҳсоси гирснагӣ ҳам намекунем. баъзеҳомон эҳсоси гирснагӣ ҳам намекунем. хоб гуфтааст балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд ки ин барои иммунитет гуфтааст кифоят мекунад. ҳамин хӯроке ки саҳар бега мехӯранд барои нигаҳ доштани иммунитетшон ҳамин кифоят мекунад. гуфт ман духтури касбиам. айнан суханоиро ман тарҷима кардам. ман духтури касбиам, ман диндор нестам. яъне баъзеҳо мумкин фикр кунанд ки ман барои хотири одамои рӯзадор мегӯм. гуфт ман як духтури касбиам, ман худам дин надорам. гуфт ҳатто чӣ гуфт падарам гуфт христиан аст, модарам мусалмон аст, ман ба ягон дин гуфт пайравӣ надорам ва дар ягон дини муайян нестам. фақат гуфта метавонам ки рӯза гуфт иммунитетро мустаҳкам мекунад. ин аллоҳу акбар. бародари азиз, ин сухани як одаме ки мега ман дин надорам, ман пайравӣ аз ягон динам намекунам, яъне дар ягон динам барои худам интихоб накардам. сухани як одами машҳуру маъруфе ки аз тамоми мақсад гӯем ҷиҳатҳои тиббӣ огаҳӣ дорад, мега рӯза иммунитета мустаҳкам мекунад. пайғамбар мегӯяд
سامو تصیحو. شما روزه بگیرین تندرست میشین. از این لحاظ برادرای عزیز، شما میدونین که اگر بسیار اگر وزنی بد بیاد، آمارها میگه که 250,000 آدم مرد. آمارها دادیستن. آیا همین 250,000 آدمی که مرد همه یگان تاش ایمونیتت نداشتن؟ آیا همه به ایمونیتت بدن؟ برادرای عزیز، مسلمانای خیلی گرامی، شما یک چیز فراموش نکنین که حتما چیزی را که الله خواهد همون میشود. من گفته بودم که شما از اسباب استفاده کنین. شما مقصد بگن که در خانه بشینین، دهانتان بندین. بگن مقصد مسافه 1.5 متر با یک برادرت بیست. بین، یعنی هر چیزی که دکترها، طبیبها برای ما توصیه میتن، ما باید اجرا کنیم. ما باید ای سرکشی نکنیم. نگیم که نه ای گپا اصل ندارد، نه ای گپا اصل دارد. لیکن اگر الله مهربان بر بالای ما همون ساعت ما را تمام کرده باشد، اگر مردن ما وقتش آمده باشد، به همین احتیاطامون، به همین ایمونیتمون هم خدای مهربان جان ما نمیگیرد. برای همین اینقدر مقصد در اصلا همین ایمونیتت، شما یک بارک در داخل همین اینترنت خطون دارین، این کلمه لاتینی های معنای این ایمونیتت خودش یک آزادی های. آزادی یعنی خودت همیشه آزاد احساس کن. ایمونیتت ما را امروز هر چی غلط می ترس. بسیاری مردم در تهلکه، در ترس های روزی دراز مقصد همین کوفته و چیکو کردن در کارو چی بخیریم فلان دیگر. نه، این ترس وقتی ای وجود دور که چخیلی که نمی غضب، وقتی آدم غضب آلود میشه. برادر عزیز، شما میدونید که توازن در همه بگیم سلامتی آدم گم میشود، حرکت خونش دیگرگون میشود. ببینین اشتهاش بند میشود. آدمی که در غضب باشد، انمی آدمی در ترس هم انمی خیلی آدم وقتی در ترس قرار میگیرد که حالم چی میشود، مقصد زنده میمونم، میبرم، ایچ خیلی میکنم. وقتی دایم در همین اندیشه باشد، نفس گیریش هم قینه، اشتها هم برادر عزیز نداره، عصبش هم خوب کار نمیکنه، دیگر ایمونیته در او پیدا نمیشود. به این خاطر شما همین ترس از وجودتون دور کنین، انشاءالله تکیه با الله کنین، از اسبابا، از این وسیله هایی که هست استفاده برین، ولی تکیه با الله کنین. انشاءالله چیزی خدا بخواهد برادرای عزیز و گرامی همون می شود. برای همین این ایمونیتت، برای ایمونیتت پیدا کردن من روزه ما بخورم، این در شریعت اجازت نیست. انشاءالله شما هم روزتون بدارین، خدای مهربان برای شما قوت هم میبخشد، برای شما ایمونیتت هم عطا میکنه. اینجا انشاءالله صحبت من قطع میکنم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش دارم برای شما انشاءالله بین همین یک روز یا 2 روز دیگر برای شما باز جواب میگردانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.